تماشاگران عزیز السلام علیکم. امروز 3 آگوست سال 2021 روز سه‌شنبه است. 42 نفر غالبان دور شهری ازمونی فروغ صبح دونای کتاب است. در بهترین و زیباترین بنای شهر باستانی پنجاکент بنای کوخ لایق به هم آمدند. قبل از آغاز چاره‌بینی بسته به قدرشناسی زحمت غالبان ازمونی دور شهری فروغ صبح دونای کتاب است. در تالار کوخ لایق با اقدام کتابخانه مرکزی شهر نمایشگاه کتاب‌ها تشکیل کرده شد و اینجا ما صحبتی انجام دادیم با یک نفر کارمند این ساختار. من سرمشاور کتابخانه مرکزی شهر پنجاکент با مولای و زرینه. امروز ما برای آن جمع آمده ایم که آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است را جمع بست نماییم. در آزمون 42 نفر صاحب جایهای نمایان شدند و حالا ما برای سپردن جایزه به اینجا جمع آمده ایم. به خوانندگان مکتب‌ها و دانشجویان مراجعت می‌نماییم که به کارهای بیهوده مشغول نشده به کتاب روی آورند، به خواندن کتاب روی آورند و از کتاب یک غذای معنوی گرفته برای جمعیت یک فایده خود را رسانند. جوامدی تنتنه‌ای بخشیده به قدرشناسی غالبان دور شهری ازمونی جمهوری فروغ صبح دونای کتاب است. بار دیگر دلیل بود که رهبری مقامات جای حکومت دولت شهر زحمت دوستداران کتاب را به قدر می‌داند. به پیام دوستی بعدی سلام خوش آمدید. این سلام از قلب پاک و از مکان معرفت با سجود و تعظیم و با ننگ و عار خوش آمدید. به افتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با مقصد بلند برداشتن ظرف کتابخوانی، تقویت حافظه فرهنگی، دریافت چهره‌های نو سخنور و سخندان با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 11 فوریه سال 2021 رقم اپ 43 درباره آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است و با قرار رئیس ولایت سوخت از 30 مارس سال 2021 رقم 141 و اینچنین با قرار رئیس شهر پنجاکент از 22 اپریل سال 2021 رقم 84 دور آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است تشکیل و برگزار گردیده شد که از اینجا 42 نفر سزاوار جای یکم، دوم، سوم و 6 نفر سزاوار جایهای افتخاری گردیدند. محزنی در زندگانی هم کتاب، قاصدی صلح و امانی هم کتاب، همدم و همراز جانی هم کتاب، رهنما بر قهرمانی هم کتاب. غالبان ازمون رو معاون یکم رئیس شهر محمد صادر سفرزاده با پیروزی شادباش گفته اظهار باور نمود که آنها در ولایت نیز دستاوردهای خوب را صاحب خواهند شد. هدف از برگزاری آزمون مذکور بلند برداشتن سطح سواد معرفت‌ناکی مردم و در نوبت اول نورسان و جوانان، تقویت حس ملی، وطندوستی و وطنپروری، هویت ملی، ارزش‌گذاری و آموختن زبان، تاریخ، فرهنگی باستانی تاجیکان و رشد علم‌های دقیق و طبیعی در کشور بوده. در شهر و دیهات پنجاکент نیز آزمون مذکور طبق ترتیبات مقرر گردیده در سطح ضروری دایر گردیده بود. غالبان آزمون‌ها چیزی که در پیام پیشوای ملت ذکر شده بود از روی انتخاب خودشان و مؤسسه‌های تحصیلات عالی بدون امتحان قبول گردیده برای هوسمندگردانی مادی و معنوی آموزگاران و پدر و مادرانشان آنها تدبیرهای الهی اندیشیده می‌شوند. پیشوای معظم ملت در پیام خویش ابراز داشتند که کتابخانه‌ها باید به مرکز مهم علم و فرهنگ تبدیل داده شوند، زیرا کتاب محصول عقل و ذکاوت مردم صاحب تمدن، عامل اساسی حفظ فرهنگ ملی و یکی از مهمترین واسطه‌های معرفت‌ناک کردن اهل جامعه بوده. قابلیت سخنرانی و سخنرانی را سیطر می‌دهد. دایره اندیشه و تفکر و جهانبینی انسان را وسیع و او را به راه درستی زندگانی راهنمون می‌سازد. و همین خاطر بهر بلند برداشتن سطح معنویات اهالی پیشوای ملت سفارش داده بودند که در یک سال خواندن نه کمتر از 5 آثار ادیبان گذشته و معاصر را برآورد. امروز پس از برگزاری این آزمون در بین نورسان و جوانان کشور استعدادهای نادر پیدا گردیدند
ки фахри мо панчакентҷон низ ҳастанд. мо бо ифтихор номи ғолибони даври ҷумҳуриявӣ ин озмун раъно насриддинов рухшона нурова ва нуров рӯдакиро ба забон оварда барои саҳми борис гузоштан дар тарбияи ишон ба волидайн ва омӯзгорони онҳо изҳори миннатдорӣ менамоем. бо самимияти афсун ва шукргузорӣ аз фазои беғубори кишвар ҳамаи шумо ғолибони даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявӣ фуруги Subhi Donoiро табрику таҳният намуда бароятон баҳри дарёфти ҷойҳои намоён дар озмуни вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ парвози баланд сарбаландӣ ва иқболи некро таманно дорад. итминони комил дорам ки шумо ғолибони даври шаҳрӣ барои дарёфти ҷойҳои сазовор ва исботи ворисони ҳақиқии рӯдакиву лоиқи оташбаён буданатон ҷаҳду талош менамоед ва обрӯи диёри аҷзи хиш сарзамини таърихии шоирободро дар миқёси шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ баланд мебардоред. баъдан дар вазъи тантанавӣ ба ғолибони даври шаҳрии Озмун диплом, сипоснома ва тӯҳфаҳои пулӣ супорда шуданд. Нуров Рӯдаки, хонандаи муассисаи таҳсилоти симиёнаи умумии рақами 34 барои иштироки фаъолона ба ишғоли ҷойи якум аз рӯи номинатсия хондан ва азёд кардани осори бачагона. дипломи дараҷаи дуюм ҳусейнзода Парвона.
از روی نامیناسی خواندن و ایجاد کردن آثار ادبیاتی تاجیک. دیپلم درجه دوم خدایبردی محمد نبی. دیپلم درجه سوم خاصی و مهرآفرین.
دوم عزیز مرادوف سعید. دیپلم درجه دوم محمدی فرودیلو. برای اشتراک فعالانه در دبیر شهری ازمونی جمهوری فروغ صوفی دانایی کتاب است سرفراز گردانیده می شود. سپاسنامه به شرف عرفه. برنامه کنسرتی با چهارمین تنتنوی بخشیده به قدرشناسی زحمت غالبان دبیر شهری ozmuni جمهوری فروغ صوفی دانایی کتاب است حسن انجام بخشید. افتخار دارم که در دنیا زبانم تاجیکی افتخار دارم که در دنیا زبانم تاجیکی هم زبان هم خون هم روح روانم تاجیکی هم زبان هم خون هم روح روانم تاجیکی بین خلق و ملتی عالم و ایام جای من اصلی خود دریافتم نام و نشانم تاجیکی نام و نشانم تاجیکی
خواستیم و مهرآفرین خواننده صنف 9 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 به نام بابا رجبزاده جماعت دهاتی یاری شهر پنجکند. طول 3 سال است که با ابتکار اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در کشور جان ما تاجیکستان آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است راه اندازی شده است. با راه اندازی نمودن این آزمون اهل جامعه روی به کتاب و کتابخوانی آورده روز از روز چهره های نوی سخنور و سخندان کشف گردیده ایستادند. ما امروز جوانان و نورسان دوران استقلالیت جواباً به خدمت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان شکرگزاری از این نعمت بی‌بها نموده خواندن را در زندگی شعار همیشگی خود قرار می‌دهیم. چنانکه که می‌گویند مملکتی که خلق آن کتابدوست و کتابخوان است آن مملکت پرقدرت و تواناتر است و به آن مملکت هیچ یک دشمن لشکر کشیده نمیتواند. من امروز خوشنود از آن هستم که در آزمون فروغ صبحی دانایی در دور شهری غالب برآمده راه خط به دور ولایتی گرفتم و آن امیدی که اعضای حکمان به من کرده مرا غالب دانستند امید آنها را در دور ولایتی ناامید نساخته پنجکند را همچون شهر فرهنگی و مدنی در سطح ولایت معرفی می نمایم. چنانکه که می گویند فروغ کائنات از آفتاب است فروغ آدمیت از کتاب است و من منتداری خود را اولا به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و بعدا به پدر و مادر و آموزگارانی که مرا در این آزمون دستگیری نموده آماده نمودند منتداری خود را می رسانم. بروید تا بمانم بروید تا بمانم که من از وطن جدایی به خدا نمیتوانم. چون مجال تن شود تای چو بریزدم رگ و پای تو همان حکایتی نی شنوی زی استخوانم. محمدیف مرادالله هستم آموزگاری مؤسسه تحصیلات میانه رقم 59 جماعت دهات لایق شیرالی و خیلی خوشم که امروز در آزمونی فروغ صبحی دانایی کتاب است اشتراک کرده جای دوم را اشغال کردم و این قدردانی حکومت ما را وادار می سازد که بیشتر و خوبتر ایجاد کنیم و برای بهبودی تاجیکستان جان عزیز سهمی ماندگار گذاریم. لیسه رقم 2 دهه غوثر هستم. اشتراکچی دور دوم آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی از روی نمینه خواندن و ازبر نمودن آثار ادبیات کودکان و نورسان می باشم. من در دور شهری آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب است سزاوار جای دوم گشتم و آرزو دارم که در دور ولایتی نیز جای نمایان را اشغال نمایم. آبروی پدرم، مادرم، مکتبم و شهر پنجکند را بردارم. قاسموف مقصدالله عثمانویچ رئیس کمیته اتفاق کسبی کارمندان شعبه معارف شهر پنجکند اشخاصی که میگویند انیس کنج تنهایی کتاب است فروغ صبحی دانایی کتاب است. طول 3 سال است که با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان آزمونی فروغ صبحی دانایی برگزار شده است و این سال این آزمون در شهر و دهات پنجکند خیلی با شفافیت گذشت و امروز دور جنبستی آزمون در شهر پنجکند جنبست گردیده شد و من از آن خوشحال گردم که امروز بسیار نتیجه خوب است. بسیار شاگردان ما دست بالا شدند. اینچنین در قطار شاگردان بسیار آموزگاران تجربه‌ران نیز در این آزمون قوا آزمایی نمودند و من منتداری خودم مدیر شعبه معارف شهر پنجکند با کل آن آموزگارانی که شاگردان خود را خیلی خوب آماده نمودند منتداری می‌نمایم و از آن خوشحال هستم که در قطار شاگردان امروز همکار ما استاد ایمانبردی و رحمانبردی نیز در این آزمون قوا آزمایی نموده سزاوار جای افتخاری گشتند و برای آن نفرانی که امروز به دور ولایتی رخصت گرفتند بردباری‌ها تمنا دارم و خواهان آنم که نام پنجکند باستانی را
در دور ولایتی و جمهوریوی نیز بالا می‌بردارند. انیسی کنجی تنهایی کتاب است. فروغی صبح دانایی کتاب است. کمین امیرکریم و نازنین هستم. غالب آزمون جمهوریوی تحت عنوان فروغی صبح دانایی کتاب است. امروز در قصر باشکوه که به نام استاد لایق شیرالی است، مراسم جایزه سپاری به هر یک غالبان آزمون جایزه های مکافات مادی و پولی تقدیم کرده شد. من همچون غالب آزمون همه اشتراکچیان این آزمون را با غالبیتشان صمیمانه تبریک گفته در دورهای من وعده برای کامیابی ها را خواهانم. همچون یک اشتراکچی آزمون وعده می دهم که در ولایت نیز نام پنجاکنت باستانی و نام دهه خود یاری را بلند بردارم. سرزمین اطلسی و آهریم، ابجد عشقم، درود خاوریم، میجه درس ملامات دریم. تاجیکستان سرزمین سبز بهشتم، خانه خورشید مهری سرنوشتم. ما با غالبان دور شهری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است
در ولایت کامیابی برای تمنا داریم.